داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. خدا به اسحاق فراهم کرد. زمانی که ابراهیم به سن پیری و اسحاق به جوانی رسد، ابراهیم به ویتی گسه خدمتکار گوشت بمنی زادگاه و منی سیادانی برا شاده په اسحاق همسر بیار. بعد شطولانی این سفر به سرزمینی که ابراهیم سیاد آد زندگی کرتند سر بود. خداوند آ خدمتکار به طرف جنکی که نامی ربکاهت راهنمایی کرد. آ ابراهیمی براسه نواسگت. ربکا قبول کرد که وتی خانواده را ترک کند و گورا خدمتکار به اسحاق گسا برد. و زمانی که آوان به ابراهیم و اسحاق رستند، اسحاق و ربکا گس کرد. بعدش مدتی طولانی ابراهیم مرد و تمام عهدی که خداوند گرایی بستد به اسحاق رست. خداوند وعده داد که ابراهیم نسلی داشته بید غیر قابل شمارش، اما اسحاقی همسر صاحب فرزنده نبود. اسحاق پر ربکا دعا کرد و خدا به راوان دو قلو داد. آ دوزاگ حتی قبل شب دنیا یاتنه به وتی ماسه لاپته وتی همدگره جنگش داشت. و به یه دلیل ربکاش خداوند درخواست کرد تا بگن دید که چه او بید. خداوند به ربکا گوشت شدوزاگی که تی وجودت ها هستند دو کم به وجود کت که آ همیشه گوتی همدیگه را کشمکش دارند و توی این زاگ وتی گواندین به راستا را بندگی یکند. وقتی که ربکایی بچک به دنیا یاتند، اولین بچک سور روید با ای بدن شمودا پر رد و آوان آیی ناما ایسوهشت و بعد شایی دومین بچک به دنیا یاد که ایسوی پاده پاشنه و بوتی دستا گبتد و آیی ناما را یعقوب هشتند. داستانی برگرفته ش کتاب مقدس کتاب پیدایش فصلهای 1 24 و 26 الی 25.